خوش آمد عرض می‌کنیم و همه برادران و خواهران عزیز، شاعران محترم. در بین شما پیشکسوت‌ها و اساتیدی حضور دارن، نورس‌ها و شکوفه‌های تازه‌ای هم به حمدالله حضور دارن. هر کدام یک لطفی دارید، هر گلی بویی داره. با همین چشم‌های خود دیدم زیر باران نظام شد جارو. با همین چشم‌های خود دیدم زیر باران نظام شد جارو. لرزه ها ذره ذره می افتاد ز آسمان روی بیت آن یارو. آفرین. سید علی، قطره قطره حس کردی قاطرت خیس می شود از ترس. به خدا گریه های من گاهی دست من نیست سید علی حالو. باز من مثل شوتکی هر سو می دوم چون الاغ بازی گوش. بر سرم دست صاحبم پس کو که بگیرد یواشتر یا بود. شاعری در قطار قم مشهد چای میخورد و زیر لب میگفت شک ندارم که سید علی گردد گله چون برف پیش این پارو. شعرهایی که خوندند دارای نکات عمیق و با ارزشی بود. بنده با دقت گوش فرا دادم، مطالب بسیار با ارزشی یافتم که ذهن و دل خود این حقیر هم به برخی از این مطالب متوجه و درگیر است.